در میان هیاهوی جهانی فروپاشی و فراموشی ما برخاستیم، نه برای فتح جهان بلکه برای بیدار کردن خیش، نه برای ساختن امپراتوری بلکه برای ساختن انسانی نو. ما ملت آرمان فرزندان آگاهیم که خاموش نمی شود. در سرزمین آرمان نامها مهم نیستند، معناها مهمند. قدرت ابزار است، نه هدف. انسان مقدس است، نه مصرفی. اینجا هر کس حق دارد خودش باشد، تا زمانی که در آزادی خود به دیگری آسیبی نرساند. ما قانون را از طبیعت می آموزیم. ما سیاست را با وجدان می سنجیم. ما تمدن را با مهربانی می سازیم. ما نه دشمنیم، نه برده، نه ارباب. ما همراهیم، آگاه و بی‌مرز. ما آرمان هستیم، ملتی بی پرچم و بی دیوار، اما با قلبی واحد و رسالتی روشن. بیدار کنیم، بسازیم، بمانیم.